نمیدونم چرا هر چی میگه به برنامه میگردیم آخر یکی یه چیزی در میاره. نمیدونم داره حاشیه میسازه نمیتونه اسپورت کنه. چرا من میتونم؟ دلت بخواد اسپورت میکنم، قسمت خودم اسپورت میکنم. من به برنامه برنمیگردم. فرشاد 5 اومده 20 رفته بیرون دیگه هم نمیاد. 30 40 50 60 70 80 90 100 هیچ کدومش نمیاد دیگه. از این واضح‌تر دیگه خودم داریم میشنوی دیگه. یه فردی نید دوباره یه چیزی در بیارید. عزیزم عشقم قلبم من برنمیگردم. تمام دیگه هم میان داخل برنامه. نمیدونم فرشاد بازی خورده وگرنه ما حذفش نمی‌کردیم و ساده بوده. تو کی که بخوای فرشاد حذف کنی؟ من خودم میدونستم کجا چه خبره. بحث سادگی هم نبود. نمیدونم 3 دقیقه قبل 3 نفر قبل فینال 3 تا دخترها قبل فینال به جز نگار اومدم من گفتم بیا با من اعلام کاپلی کن حالا که مثلا سینگلی که هست نشه. گفتم نه با کسی اعلام کاپلی نمی‌کنم. حذفم شدم. من مثل شما نبودم که 4 چنگولی بچسبم به برنامه. میگن کاری واسه من نداشت. موقع ازم میپرسیدن کاپلت که میگفتم فلانی تو همین الان تو فینال تو همین الان تو برنامه بودم. این نشین بگو من فرشاد حذف کردم. مره مال کجایی که بخوای منو حذف کنی؟ من خودم تشخیص دادم اون تایم باید سینگل باشم که جزو حذفیا باشم. تو مال کجایی بخوای منو حذف کنی؟